خرید و فروش میکنید وقتی که مال رو میخرید شریعت یگان مقداری معین گذاشته است که در بالای همون مال چند فایز نرخ گذاشتم. نه، شریعت مطلق گذاشتگی است. حتی وقتی که زمانی پیامبر صلی الله علیه و سلم نرخ قیمت شد، مردم آمده از قیمت شدن نرخ شکایت کردن. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت ان الله هو المسعر، نرخ گذارنده الله است و من میخواهم روز قیامت الله تعالی رو واخورم یگون کس بالای من دعوا نکند. یعنی مردم آمده همین مورد را به فلان پول فروش گفته نرخی معین موندن اصلا نیست، الا صاحب مال باشید. مثلا من در بعض کشورها آرد دیدم، یک قابچه آرد، یعنی که اگر به دلار گردانیم $7 $5. حیران میشید این خیلی ارزان. مثلا جایهایی که گندم میکنه حتی از نرخ قزاقستان هم ارزان است. این برای چه ارزان؟ اینو ما خریم و به تاجیکستان بریم. گفته فکری در تجارتش میشید که میفهمید که دولت فقط برای خلق خودش کردگی بوده است. یعنی دولت آرد از دیگر کشورها میخرد، شاید به $50 میخرد، برای خلق خودش $5 کرده است. خوشا به حالش، اجازت است. لیکن حق ندارد که یک مال دیگر آدم آمده گفت که نرخ فرار به فلان نرخ گوید. بنابراین نرخ اصلا اجازت است که تاجر میتواند به بالاش چقدر خواهد ماند. مثلا بعضی چیزهای معده مانند بعضی قندهای معده یا بعضی چیزهای معده به بالاش 300% میمونند، زیاد میمونند. اجازت از هیچ باکی ندارد. برای آنکه وقتی که یک صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم وظیفه دار کردند که 1 دینار دادند و 1 درهم دادند و 1 گوسفند خریده بیا، او رفت و 2 گوسفند خرید آمد. همین خیلی موفق شد که به 1 درهم 2 گوسفند یافت. اصلا به 1 درهم 1 گوسفند داده میشد. بعد 1 گوسفند دیگر برد در دیگر گوشه بازار فروخت به 1 درهم. یعنی که اینجا به نصف درهم خریده به 1 درهم فروخت، یعنی به بالاش 100% ماند. بعد آمد به پیامبر صلی الله علیه و سلم هم گوسفند را داد و هم درهم را داد. هذا شاتکم و هذا درهمکم، دینارکم، دینار درهم گفتم، این دینار شما، این گوسفند شما یا رسول الله. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدن چه خیل؟ این خیل شد، مثلا به 1 دینار هم دینار ما آوردی هم گوسفندم. گفت که یا رسول الله همین خیل شد. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کردن در حقش، گفتن که بارک الله لک، الله تعالی به تو برکت دهد. صحابه ها میگن که فکان اذا باع ترابا ربح، اگر خاک فروشت فایده میکرد. همین صحابه به برکت دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب دلیل چی است؟ دلیل اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم این کار نکردن. گفتن که برای چی نه 100% به بالاش ماندی، باید 5% میماندی، 10% میماندی. نگفتن. لیکن در حق آن آدمی که ارزان میفروشد دعا کردن. رحم الله امرأ سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى. الله رحم کند آن آدمی را که سمحا اذا اشترى، وقتی که خرید، مثلا یک آدم پامیدار بودرینگ یگان کبوتی فروخت شده است، نان فروخت شده است، معلوم است که یک آدمی کم بغل است، کمتر از نرخش زیادتی دادید، هم یاردم میشد برای همین برادری مسلمانتان، یا مثلا یگان عمل را اجرا کرد برای شما، زیادتی دادید، از نرخش زیادتی دادید، یا اینکه چیشه نگرفتید، اضافگی باقی مانده پول نگرفتید، 100 سوم دادید نرخش 80 سوم بود، گفتید که اینش به خودت است. چه عیبی میگن کو؟ یعنی که این به خودت است، گویید این خوب است کاری. پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کرده رحم الله امرأ سمحا اذا اشترى، سمحا اذا باع. وقتی که فروخت ارزانتر میفروشد، وقتی که خرید بسیارتر میدهد، و وقتی که مثلا یگان کس از وی قرض گرفت، وقتی قرض سپرده شده مقصد یگان نصفشه یا 20%شه یا 10%شه میبخشد یا که همشه میبخشد. این هم دعا کردم. و این چونی آن آدمی که وقتی که قرض برمیگرداند زیادتی میتید، یعنی این ریبا از این فرق داره. ریبا این که
شرط میمونید، میگه $100 میدید، $150 کرده میتیم. این ریبا هست، این لعنتی هست. یا گویید که $100 تید، ما هم آدمی به انصاف نیستیم، یگان چیز زیاد کرده میتیم، گفته یعنی که به گفتی روسا نمیاک میدهد، این هم ریبا هست. لیکن قرض حسنه گرفت، $1000 قرض حسنه داد، کارتون بود کردید، وقتی که آورده دادید $1100 دادید، اینش تحفه برای کودکا گفتید، حلال است. چون که پیامبر صلی الله علیه و زیاد میدادن. رحم الله امرأ اذا قضا سمحا اذا قضا سمحا اذا اقتضا. یعنی بخشش داشت در وقت دادن و گرفتن. یعنی آن آدمی که ارزان میفروشد تا اینکه برای مسلمان ها فایدهش رسد، این خوب است. پیامبر صلی الله علیه و دعا کردن که الله به همین آدم رحم کند. لیکن یک آدم اگر به $1 خریده به $1000 فروشدم، شریعت من نکرده است. فقط فریب نتید. نگوید که مثلا در بازار هم نرخش $1 است، گفتو خودش به $100 فروشد. مثلا در اینجا دروغ گفت، دروغ نگوید، غبنی فاحش نکند، فریب نباشد. نرخ خودش من همین به همین نرخ میفروشم، اگر پسند باشد خرید، گفت هیچ گپی ندارد. یعنی که شریعت درباره نرخ آمده نگفته است که فلان مقدار فایز فایده‌مان زیاد نمان، نگفته است. لیکن ارزان فروشد خوب است. امید میکنم که فهمو شد.